سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین ویدیو از ویدیوهایی که میخوام بر نرم افزار مطلب مربوط به درس لینیر آلجبرا یا جبر خطی ثبت بکنم. خودتون میدونید درس 10 واحدیه، حجم مطالب خیلی زیاده. عمده نمره توی امتحانم مربوط به بخش همون جبر خطی و هندسه تحلیلیه، 23 نمره. و طبیعتا بچه‌ها اکثرا وقت عمدهشون رو برای این درس میذارن رو همون چیزایی که کارلینی درس میده یا حالا اون یکی استاد اون یکی گروه آدا بوده اشتباه نکنم، که طبیعی هم هست چون که خب 23 نمره است و حجم مطالب هم خیلی زیاده. ولی خب شرط این که بتونید برید اون 23 نمره رو امتحان بدید خودتون هم میدونید اینه که اول باید در واقع مطلب رو پاس کنید. اون 10 نمره رو یعنی باید امتحان بدید و از 10 نمره حداقل باید 3.1 بگیرید، یعنی بالای 3 نمره باید بگیرید. شرط پاس شدن مطلب اون قصه، یعنی امتحان اول با نرم افزار مطلب هست، خب نمره پایینیه، یعنی خیلی بچه‌ها میتونن اون 3 نمره 3.1 بگیرن. ولی خب خیلی تاثیر میذاره رو نمره نهایی، چون که اون امتحان دوم، اون امتحان 23 نمره‌ایه، سوالش 2 نمره است و واقعا خیلی احتمالش وجود داره که نمره از توش از دست بدیم. سر همین خب طبیعیه که آدم تلاششو بکنه تا امتحان مطلب رو یه نمره بالاتری بگیره که رو نمره کلش تاثیر بده. درس 10 واحدی خیلی معدل تاثیر میذاره. به اضافه اینکه شما مثلا دارم میگم 2 ماه 3 ماه شاید باید روی خود درس، خود جبر خطی و هندسه تحلیلی وقت بذارید تا بگید که مثلا من میتونم یه نمره خوبی بگیرم، از اون 23 نمره مثلا چه میدونم یه 17 18 بگیرم. خب ولی مطلب یه چیزیه که شما یه هفته فقط کافیه روش کار بکنید مداوم و خیلی راحت میتونید 10 بگیرید. حالا تایمی که یعنی مثلا فکر کنم تو ویدیو آخر راجع به خود امتحانم یه صحبت بکنم، ولی میتونید خیلی مثلا نمره بالای 7 قطعا میتونید بگیرید اگر که یه هفته براش زمان بذارید. یه مشکل عمده که وجود داره برای مطلب که فقط همینه مشکل عمدهش، میگم اون یه هفته شما وقت بذارید میتونید نمره خوب بگیرید. ولی مشکلی که بچه‌ها با این یه هفته دارن اینه که میگن که خب ما از کجا بریم بخونیم. یه سری بچه‌ها اشتباهی میرن توی یوتیوب سرچ میکنن آموزش مطلب، ولی خب اون آموزش مطلبی که توی یوتیوب شما پیدا میکنید چیزی نیستش که بتونید سوالای امتحانی این درس رو باش حل بکنید. واسه همین یه سری بچه‌ها مثلا شاید برن یه مقدار وقت بذارن برای اون ویدیویی که توی یوتیوب پیدا میکنن و تهش ببینن که اصلا سوالا رو نمیتونن حل بکنن و وقتشون بی خودی هدر. من الان داخل خود سایت، داخل خود پورتال بهتون دونه دونه میگم که چی رو از کجا باید بخونید. هر کدوم از فایلایی که برای مطلب قرار دادن رو براتون توضیح میدم. حالا احتمالا خیلیاتون این توضیحی که من دارم رو میدونید، یعنی اگه الان دارید ویدیو رو میبینید، الان 16 آگوست 2023. پس احتمالا شما یعنی یکی دو بار رفتید امتحان دادید افتادید یا اصلا امتحان ندید، ولی خب بالاخره درس رو گذروندید و میدونید چیه. حالا این توضیحات رو دارم میدم برای بچه‌هایی که احتمالا حالا بعداً یعنی ترم دومشون باشه تازه و هنوز نمیدونن درس چی به چیه، برای اونا بیشتر مفید باشه. ولی حالا بذارید شروع بکنم دیگه که داخل خود پورتال اصلا چه فایلی قرار داده شده و از کجا باید بخونید. حالا این ویدئویی هم که من ضبط میکنم همه رو روی این فایل من توضیح میدم که یه چیز جمع و جور شسته رفته‌ای باشه. اینم میتونه، یعنی اگه این ویدیوها رو من بتونم تا تهش تمام بکنم و شما هم تا آخر نگاه بکنید، احتمالاً بتونید در واقع برید یه نمره خوبی بگیرید و کارتون رو راه بندازید. حالا برای کسایی هم که دوست دارن برن فایل خود داخل پورتال بخونن، من دونه دونه بهتون میگم که چه چیزایی وجود داره و اون چیزی هم که خودم میخوام باش طی بکنم رو بهتون اینجا میگم. خب من خودم با کارلینی داشتم درس لگ. اینجا ببینید 3 تا قسمت داره. یه دونه این قسمت دراپ باکسه. توی دراپ باکس فقط کارلینی در واقع چیزاشو گذاشته، نوتاشو گذاشته. بسیار چیز مهمی نیست، یعنی برای مطلب چیز مهمی نیست، ولی خب اگر که برید سر کلاس یا رفته باشید سر کلاس، اون چیزی که سر کلاس کارلینی نوشته همش اینجا هست، شما میتونید در روی اینا در واقع نوتاشو بخونید. ما بیشتر با این قسمت سر کار داریم. ببینید اینجا این قسمت آنتونلی که تیه خود کارلینیه، این که هیچی.
این کریدی یا کاریدی برای مطلب این چیزه، حل تمرین در واقع اون قسمت مطلبه. اینا سشنای در واقع اینا تمرین مختلفیه که گذاشتن. این حالا اینا رو باید توضیح میدم. من به تمرینان از حالا با این کار ندارم. بیام بیرون. بعدش که کار نمیه هیچی، یه دونه این هست. خب این در واقع همه مقدماتی شما براش لازم دارید اینجاست راجع به مطلب. یه دونه مطلب هندبوک هست، اینو من باز میکنم. این مطلب هندبوک یه سری فانکشن ها و توضیحات اولیه راجع به در واقع مطلب آورده گذاشته. خب خیلی این فایل خیلی فایل مهمیه. من حالا امروز نه، یعنی تو این ویدیو نه، ولی احتمالاً تو ویدیو بعدی یا ویدیو بعدترش حتما این فایل رو یه سری چیزاش توضیح میدم. حالا 10 صفحه است، نیاز نیست همش رو بلد باشین، ولی اون چیزی که لازم باشه من اینجا توضیح میدم. دومیش این مطلب اینتروه. این در واقع مقدمات مطلب، یعنی شما اول باید این چیزایی که داخل این فایل هست رو یاد داشته باشین که مربوط به سینتکس مطلب میشه. حالا بعدش میریم فایل‌های بعدی. من اینو پس باز نگه می‌دارم چون می‌خوام امروز اینو توضیح بدم. این سومی هم که در واقع کاش اول اینو میگفتم، حالا فرق نداره. این هم که طریق نصب در واقع مطلب رو گفته، به اضافه اینکه چجوری میتونید لایسنس دانشجویی رو فعال بکنید. اینم باید دیگه خودتون بخونید، اینو من توضیح میدم. این از این. یه دونه قسمت آنلاین لکچرز هست. من خودم از این قسمت خیلی کمک میگیرم. خودم موقعی که داشتم درس میخوندم همه این ویدیوها رو من نگاه کردم. اینا چیه؟ اینا برای سال 2022 حل تمرینی که اون سال وجود داشته. این چیزایی که مربوط به کریدی گفتم، اینا یه سری تمریناست. این تمرینا رو در واقع اینجا تمرین مهم اونا رو حل کرده و به صورت ویدیو، یعنی شما می‌بینید که چه مثلا کدش چه شکلیه، چه چیزی داره کد میزنه و نکات مربوط به اون تمرین رو هم بهتون میگه. و قسمت بعدی که در واقع بعد از اینکه شما اون فایل اولیه درس رو یاد گرفتین، درس عملا شروع میشه و شما 4 تا فایل PDF هست که اینا رو باید یاد داشته باشین تا بتونین برین سوالاش رو حل بکنید با اون سینتکسی که یاد گرفتین. که اینا رو قطعا من اینا رو یعنی دونه دونه روی فایل ها من به شما توضیح میدم. یه دونم اینجا آنلاین لیسنس هست که حالا هم چیزا هست، هم ویدیوهای خود کارلینی هست، هم یه دونه یه استادی بود که برای اون سالی که هست، حالا بذارید نگاه بکنم خودم برای چه سالیه، برای سال 2018 که یه سریاش برای کارلینی هست، یه سریا هم اگه اشتباه نکنم الان مثلا این پنجمی فابریزیو دابنه. این هم دقیقا همون چیزا رو همین دوباره نشون بدم بهتون. این فایلای در واقع این فایلا رو این استاده دونه دونه اینا رو توضیح میده که میتونید اونا رو هم ببینید برای اینکه کامل اینا براتون جا بیفته. من تا اینجایی که ضبط کردم و یه نگاهی بهش انداختم، یه مقدار صدا ضعیفه، صدا بده. من با یه سری امکانات اولیه واقعا دارم این رو ضبط کنم. تا الان هم هیچ ویدیویی من ضبط نکردم، تجربه‌ای ندارم. حالا این جلسه این ویدیو بگذره، من از ویدیوی بعدی یه فکر به حالش میکنم. خب بریم سراغ اون فایلی که باز کردم، باز نگه داشتم. ببینید این فایل کلا سینتکس های اولیه‌ای که شما برای مطلب لازم دارید و توضیح میده. 58 صفحه است این فایل، میتونید خودتون کامل بخونیدش، ولی خب من سعی میکنم که کامل یعنی هر چیزی که لازمه رو بهتون بگم، به اضافه اینکه بتونم من توی ویدیو میگم که چه چیزایی براتون مفیده واقعا توی این فایل، چه چیزایی اصلا به درتون نخواهد خورد. حالا این ویدیو میتونه خوبیش این باشه به جای اینکه خودتون برید کاملش بخونید. خب 7 تا بخش داره. اینتروداکشن رو کار نداریم، میریم توی قسمت اسکالرز. خب بذارید من این طرف مطلب رو هم باز دارم مطلب رو هم بیارم قبل اینکه بخوام اونو بهتون بگم. یعنی توی مطلب شما همون اول که نصب بکنید و بازش بکنید یه همچین فضایی دارید.
خب در واقع مثل این قسمت که الان میبینید کامند لاینشه. خب شما توی پایتون هم که داشتید درس رو پاس میکردی یه دونه کامپایلر داشتید که در واقع حکم ادیتور داشت برای شما مثلا 100 خط کد میزدید میرفتید باز مثلا خط 50 اصلاح میکردید، بعد یعنی مثلا کلش رو یه جا راه میگرفتید، یه جا راه میکردید خروجی میگرفتید. مطلب هم یه همچین قسمتی داره که حالا جلوتر بهش میرسم که من دوباره اینو بیارم این اول فایل. اینجا این قسمت هفتم که این فایله اینجا میرسیم به اون. حالا این قسمت گفتم یه حکم کامند لاین داره. حالا من دونه دونه روی همین کامند لاین یه سری سینتکس اولیه‌اش رو می نویسم با توجه به همین فایلی که روبرون هست. ببینید اینجا خط اول داره به شما میگه که شما در واقع نمیتونید یه وریبلی رو در واقع قبل از اینکه بهش مثلا یه ولیو بدید نمیتونید تعریف بکنید. این حالا شاید زیاد براتون ملموس نباشه. بچه‌ای که کامپیوتر هستن ترم دوم پروگرامینگ تکنیک میخونن و با سی اون درس اونجا آخه یه همچین چیزی ما داریم که شما اول باید بیاید که در واقع وریبلتون رو تعریف بکنید قبل از اینکه اصلا ولیوی بهش بدید. همزمان هم میتونید این کارو بکنید ولی در واقع منظمتر و مرتبترش این شکلی که شما اول ولیواتون رو بیاید تعریف بکنید. حالا چون بچه‌ای که در واقع این درس رو نمیخونن مثلا رشتهشون رشته دیگه یا هنوز پروگرامینگ تکنیک رو نخوندن یه مقدار این خط اول زیاد چیز نیست، معنیدار نیست. حالا بخوام خودشو بزنم یعنی مثلا چی داره میگه؟ داره میگه که شما مثلا نمیتونید یه وریبل مثلا b تعریف بکنید یا مثلا a تعریف بکنید و بهش هیچ ولیوی فعلا نه، یعنی بگید آقا این a رو فعلا برای من بدون ولیو ذخیره بکن. ببینید این کار من بکنم برای من ارور. در واقع شما باید بیاید چیکار بکنید؟ اینجا توی خط دوم گفته که شما همزمان باید یه ولیوی بهش بدید. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم a مساوی 5. خب این a مساوی 5 من اینتر بزنم ببینید اینجا میاد ذخیره میکنه. اینم بالا باز زیاد مهم نیست، حالا اینو اصلا توضیح نمیدم. ولی اینو بدونید که الان توی حافظه مطلب شما وقتی که یه وریبلی رو تعریف کردید که در واقع یه عددی رو بهش اساین کردین میاد اینجا ذخیره میشه. شما بعدا میتونید بیاید ازش استفاده کنید. یعنی من دوباره a رو بزنم a چون توی حافظش هست الان من دوباره 5 رو برمیگردم. حالا این خط اول رو من اگه بخوام مثلا اون بهتون که گفتم توی سی هست، توی سی مثلا چیز اضافی دارم میگم ببخشید، ولی مثلا شما توی سی مثلا میاد میگید که آقا من یه دونه وریبل اینتجر میخوام تعریف بکنم که اسمش a. خب توی یه سری زبان‌های برنامه‌نویسی این هست. این حالا داره میگه که در واقع شما یه همچین کاری نمیتونید بکنید. شما بعد اینجا باز اینا هم که قطعا خودتون میدونید اینه که آقا شما مثلا ضرب و تقسیم و این چیزا رو هم میتونید همزمان انجام بدید. اینو مثلا من روی همون مثلا میتونید به جای اینکه 5 بدید مثلا 5 ضرب در 10 بهش بدید و این به شما 50 رو برمیگردونه. و نکته بعدی هم که داره میگه، نکته بعدیش هم اینه که میتونید مثلا هیچ وریبلی براش تعریف نکنید، یعنی فقط بگید که مثلا 10 این میاد در قالب انسر در واقع این 10 رو ذخیره میکنه و حالا مثلا چه میدونم 10 ضرب در 5 این شکل. این دوباره توی انسر اون قبلی که مثلا من 10 زده بودم اون 10 رو پاک میکنه به جاش اینجا ما یه 50. این از این. خب یه نکته دیگه که من بخوام به شما اینجا بگم بذارید یه دستوری هم من بهتون بگم که هر وقتی دیدید اینطوری صفحه شروع شد شما یه دونه اینجا می‌نویسید TLC و اینو که بزنید صفحه‌تون پاک میشه. یه دستور دیگه هم هست به اسم Clear All. اینو که من بزنم اینجا می‌بینید الان 3 تا در واقع وریبل برای من ذخیره کرده. من Clear All رو که بزنم اینا همه اینجا پاک میشه و من دوباره CLC رو میزنم که اون Clear All هم بره. اینو میخواستم بهتون بگم که شما نگاه کنید مثلا اینجا من گفتم a مساوی 5. خب من اینو همین که مثلا من اینجا اینتر رو زدم این برای من اینو اجرا کرد و اون a رو برای من ذخیره کرد و در خروجی هم من یه همچین چیزی در واقع اینو نوشت.
من اگه بخوام مثلا پشت سر هم توی کامل لاین مثلا کد بزنم، میتونم بیام چیکار کنم؟ بگم که a مساویه 5 یه دونه سمیکالن بذارم. اینو که بذارم میره خط بعد و اون ولیو رو ذخیره میکنه. حالا چون که قبلا ذخیره بود شما اینجا تغییری ندیدین، ولی الان مثلا من یه بی اینجا ذخیره بکنم، مثلا بی رو بذارم 10 و سمیکالن بذارم، میره خط بعد و اینو اینجا سیو میکنه. و حالا مثلا من بهش میتونم بگم که آقا بی رو برای من برگردون ببینم بی چیه، اینطوری برای من برگردون. خب این در واقع این نکته بود که اینجا گفته بود. نکته بعدی هم که خب اینا همش یعنی تکرار مکرراته، چون توی کامپیوتر ساینس شما با این چیزا آشنا شدیم و میدونیم که یه همچین کارایی میشه کرد. این داره میگه که چی؟ میگه که دو تا وریبل A و B رو به همین صورتی که من گفتم با این سمیکالن تعریف کنید. بعد میتونید یه سری عملهای اصلی ریاضی رو روی اینا اجرا کنید. چرا؟ چون که اینا قبلا اینجا ذخیره شدن. یعنی وقتی شما بهش میگین A، این میدونه که به جای A باید بیاد 5 بذاره. وقتی بهش میگید B، میدونه که به جای B باید بیاد 10 بذاره. پس مثلا اینجا من بگم که سام مساویه با A به اضافه B به من 15 برمیگردونه. این میمونه که من بهش بگم سام مساویه 5 به اضافه 10. و برای بقیه‌اش هم برای ضرب و تقسیم و اینا به همین صورته. و اینم دقیقا همینا رو گفته. نکته بعدی هم که اینجا گفته با دوباره تکرار مکرراته، میگه که شما اینجا مثلا A و B رو تعریف کردید، حالا مثلا میخواید یه چیزی مثلا چه میدونم یه مثلا میذارم D رو میخواید تعریف بکنید به صورتی که باشه A به اضافه B ضرب در A دوباره. خب این ما چی میده؟ به ما میده 55. چرا؟ چون که این به ترتیب از چپ به راست اینا رو میاد روشون عملای ریاضی رو انجام میده و ما میدونیم که ضرب به جمع در واقع ارجحیت داره. پس میاد اول B رو ضرب در A میکنه که میشه 50، بعد به اضافه 5 که A هست میکنه میشه 55. یعنی اگر نمیخواید این اتفاق بیفته بعد از پرانتز استفاده کنید، همونطوری که ما تو ریاضی میدونیم. پس میگیم که چی؟ A به اضافه B ضرب در A، این به ما میده عدد 75. در واقع 5 به اضافه 10 شده 15، دوباره 15 ضرب در 5 شده 75. خب تو صفحه بعدی اومده یه چند در واقع دو تا عددی که خیلی مهمه که بلد باشیم و گفته. یکیش پای هست که همون 3-14 که توی ریاضی توی مثلثات ازش استفاده میکنیم. اینه که شما همین پای اینطوری پی و آی رو بنویسید به شما 3-14 رو برمیگردن. یه دونه هم دو تا در واقع وریبل پیش تعیین شده رو داره. میگه که یکیش آی هست که در واقع عدد مختلط یا کامپلکس نامبر رو به شما برمیگردونه که متشکل از یک قسمت در واقع حقیقی هست، یه دونه قسمت در واقع یعنی یه قسمت ریل و یه قسمت ایمیجینری که توی ریاضی کم که خوندیم دقیقا همین شکلی دیگه، یک آی. و میگه که حالا برای این از جی هم میشه استفاده کرد. دوباره یعنی آی و جی فرق نداره، شما هر کدوم که بذارید اگر در عنوان یک وریبل پیش تعیین شده بخواید ازش استفاده بکنید همون رو به شما میده. الان مثلا من بگم که 5 ضرب در آی، ببینید به من 0 به اضافه 5 آی رو برگردونده. من اینجا از آی به عنوان یک وریبل پیش تعیین شده دارم استفاده میکنم. حالا بعدا توی لوپ‌ها از آی و جی چون به صورت پیش‌فرض ما استفاده میکنیم، ولی اون آی و جی که ما توی لوپ استفاده میکنیم طبیعتا این آی و جی نیست. خب من دوباره اینا رو تاپ بکنم. یه قسمت دیگه که توضیح داده، این قسمت خیلی مهمه بچه ها. توی امتحان مثلا یه جاهایی لازم میشه که شما فرمتتون رو عوض کنید. این فرمت ها چی هم؟ به چه دردی میخورن؟ یعنی یه فرمت شورت داریم، یه فرمت لانگ. بیاید من روی همون در واقع پای مثلا تستش میکنم. یعنی مثلا من بگم پای به من یه همچین عددی برمیگرده. خب من اینو بکنم فرمت رو بکنم فرمت شورت. خب و بعد دوباره پای رو بگم که برای من چاپ بکنه پرینت بگیره، چی میده؟ این شکلی. ببینید این عددهای اعشارش کم شد، اگه جای بعد رو روندش کرد. حالا من دوباره این رو میتونم بزنم فرمت لانگ
و دوباره بزنم پای، ببینید دوباره این عدد رو برای من برگرد. خب دوستان من تا فرمت لانگ گفتم، بعد اینجا یه مقدار سرسره شدم، مجبور شدم که ویدیو رو قطع بکنم. از اونجا ادامه میدیم. خب فرمت شورت ای. خب بذارید من دوباره فرمت شورت رو بنویسم. فرمت شورت و عدد پای 3 حالا همین رو میکنم فرمت شورت ای و میگم عدد پای. یه همچین نوتیشنی داره 3 ای مثبت 0 این ای مثبت 0 چیه؟ ببینید مثلا بذارید قبلش اصلا بگم معنیش چیه. این یعنی 3 ضرب در 10 به توان 0. 10 به توان 0 هم که یکه، پس این جوابش هم 3 الان مثلا یه مثالی من بخوام براتون بزنم با همین ای، مثلا 5 ای 5. خب یعنی چی؟ یعنی 5 ضرب 10 به توان 5. یه 5 می‌نویسه، جلوش 5 تا 0 میذاره. این نوتیشن کلا اینه. پس وقتی میگیم که فرمت شورت ای یعنی که این شورت باشه و از یه همچین نوتیشنی هم استفاده بکنه. خب پس این فرمت شورت ای. حالا فرمت لانگ هم همین شکله، یعنی الان مثلا من بنویسم فرمت لانگ و بگم که پای رو من بده یه هم چیزی میده. حالا دوباره همون اینجا نه فرمت لانگ ای و بگم که حالا پای رو من بده. ببینید دوباره همین عدد و کنارش یه نوتیشن ای مثبت 0 که یعنی 10 به توان 0 رو هم کنارش گذاشته. کلش اینه. من اینا رو کلا کپی کنم کلیر و دوباره خب با همونطور که می‌بینید اینجا توضیحاتش رو نوشته و توی این صفحه هم مثالش رو زده با همون پای که من توی مطلب نوشتم که حالا میتونید خودتونم دوباره اینا رو چک کنید. بچه‌ها مبحث بعدی وکتوره. ببینید الان من تا اینجا فکر کنم یه نزدیک 20 دقیقه شاید بیشتر از 20 دقیقه من ویدیویی که ضبط کردم شده. من این وکتور رو و بقیه این فایل رو میذارم برای ویدیوی بعدی که یه مقدار شما حوصلتون سر نره. مرسی که تا اینجا با من بودین. ایشالله که بتونم تا آخر این ویدیو رو ضبط بکنم و این ویدیو بتونه کمکتون کنه.